دستگاه پیشنهاد کرده من این حس کننده سیل می باشد و این را ما می توانیم در آبانبارهای یعنی که نزدیکی های دهه یا نزدیکی های قشلاق یعنی که این را نصب نماییم و طرز کار این آبانبار از دیگر آبانبارها از آن فرق میکند که در داخل این مخصوص یعنی که سیگنالیزاسیون موجود می باشد که هنگام بلند شدن آب یعنی که خبر داده گنراتوری که یعنی که موتوری که در داخل این نصب شده است هنگام بلند شدن آب زیادتی را گرفته به ظرف‌های پلاستیکی یعنی که ذخیره می نماید و هنگامی که آب از نرمه خود پس فرآمد باز گنراتور با واسطه پس فرآمدن آب از خود یعنی که باز کار را بس می نماید و هنگامی که در فصل‌های زمستان و تیر ماه که بسیار بارانگری ها می شود و در ناحیه هایی که کوهسار هستند در آنها یعنی که آبانبارهای نزد دهه آنها یعنی که با آب یعنی که زیاد می شوند و هنگامی که آب زیاد شد به مردم خطر ایجاد می نماید و از همین سبب من این دستگاه را پیشنهاد نمودم که هنگام زیاد شدن آب یعنی که موتور یعنی که آب زیادتی را گرفته به ظرف‌های پلاستیکی ذخیره نمونده آب آبانبار را به یک مقدار معین یعنی که نگاه می دارد. در اینجا مکت دیگری پیشنهاد کرده من این برای معیوبان، بیماران و کلانسالان یعنی که در کار می باشد که شباده صدایی یعنی که نامگذاری کردم این شباده صدایی با واسطه صدا کار میکند و چه خیلی که به ما و شما معلوم است معیوبانی که در جای بستری هستند و کلانسالانی که از جای برخاستن نمیتوانند در فصلهای تابستان میتوانند از این یعنی که شباده صدایی استفاده برند و من در شبکه‌های اینترنتی جستجو نمودم و چنین یک شباده صدایی را یعنی که دریافت نکرده و این را به شما یعنی که پیشنهاد نمودم و طرز کار این چنین میباشد با واسطه صدا یعنی که به کار در آمده باز با واسطه صدا از کار باز می‌دارد و ما میتوانیم در مسافه دور او را به کار در آورده باز یعنی که از کار یعنی که باز داریم. طرز کار این دستگاه اساساً از میکروداتچیک ها و میکروفون و سخیمه که ما به جای چراغ یعنی که به آنجا یعنی که موتور پیوست نمودیم که هنگام با واسطه صدا یعنی که به کار در آورده با واسطه صدا از کار باز داریم این دستگاه را. نوگانه این شباده از دیگر شباده ها محض با همین طرز کارش یعنی که فرق میکند. در اینجا دستگاه دیگری پیشنهاد کرده من این برای دهقانان برای ناحیه هایی که کشاورزند یعنی که در کار می باشد. چه خیلی که به ما و شما معلوم است در صحراها یعنی که در قشلاق یعنی که سوید یعنی که منبع جریان تنقیصی میکشند از همین سبب من این دستگاه را پیشنهاد نمودم با واسطه شدت آب یعنی که به کار در آورده در اینجا نساس موجود نباشد که هنگام به بالا شدن یعنی که آب را از کانال ها کچت کرده به اینجا وارد میکنه و محض همین طرز کارش از دیگر دستگاه ها فرق نموده با واسطه شدت آب یعنی که به کار می‌دراید و در اینجا باشد این دستگاه ما با واسطه جریان آب یعنی که به کار در آمده میتواند یعنی که آب را از کانال ها از جویبارها یعنی که گرفته به زمین. دستگاه دیگری من این خانه استقامتی می باشد که در اینجا ما یعنی که میکروداتچیک موجود است که ما به جای میکروداتچیک یعنی که کامرای نظارتی را نصب نمودیم که هنگام به خانه یگان کس نزدیک شدن کامرا به کار در آمده باز هنگام دور شدن کامرا از کار باز می دارد. نوگانه این دستگاه یعنی که به این داتچیک ما کامرای نظارتی نصب نمودیم. کامرای نظارتی به کار در آمد. همین آب میگیرد گفتی کو آب که دیگه چرا میذاره قوی الکتریکی میتیاد گفتی همین ویاش سنتر چارجست میگه قوی ویاش تورش دیگه نی مرکزیش نه تورش دیگه سونی این همین پارا تایکو اقل 8 نفر شونش دکور همین موبایل همون
گویا ولاشای کو پاشمی کوشتنش دکور یا کار کنگی پوره شود وای نشود بینور نشود توزه میگه 8 پاره میشد 8 پاره میشد این کار میکرد این اوزه این به کار نمیکند یک تاش رسای دویمش به عذاب میرسه یا نرسه موندنش ممکن 4 نفرشنش ممکن نه پاره ما رو هم خیلی پیشنهاد آمدیم که همین کار فهمید دیگه می تو این کار فهمیده دیگه دیزاینش ناس کن پاچی میکنم این به و دو حرکت با پاچی میکنم و 8 نفر کن پارته 8 دانه بود 8 دانه کامبودش یاگلا ایننده اوزه دیزاینری مازش نه حرکت هم پاست بولو که دیگه این حرکت وای تاش وای گویا بالانتر این چه حقونی به میخواد سنتر میخواد حقونی قوه مرکز میخواد سوی ناس کار میکنه همه سمت‌ها به حرکت ناقص لیکن همین صفتشو صفت و تطبیقش باید اعتبار زیادتر دادن در کار ناقص خیرت گم نکنید موافقیت